به چالش روز نهم خوش اومدین. اغلب ما کارهامون رو به تعویق میندازیم و لذت‌های فوری رو بر اهداف بلند مدت ترجیح میدیم. اگه بتونیم آینده خودمون رو ببینیم، بازم این کارا رو میکنیم؟ مطالعات اخیر نشون داده که تعامل با نمایش‌های مجازی از آینده ما میتونه خود انضباطی ما رو به طور قابل توجهی افزایش بده و انتخابایی رو انجام بدیم که در دراز مدت به نفعمونه. آیا در آینده سالم، شاد و از نظر مالی امن هستیم؟ برای تقویت ارتباط با آیندهمون تمرین‌های مراقبه یا تجسم رو امتحان کنیم. خودمون رو 10، 20 یا 30 سال از حالا تصور کنیم. میخوایم زندگیمون چطور باشه؟ امروز چه انتخابایی رو باید انجام بدیم که ما رو به اونجا برسونه؟ با پرورش همدلی با خود آیندهتون میتونید از چرخه تفکر کوتاه مدت رها شید و انتخابایی رو انجام بدین که تاثیر ماندگار و مثبتی بر زندگی شما خواهد داشت. لطفاً کپشن رو مطالعه کنید.